و عجیبش این که دوستان عزیز در یکی از ضیافت‌هایی که شرکتی ببینم میداد در یک میهمانخانه ترکی حیات هم خانم در همینجا دیدم. گفتم خانم جان من برای یک شعر نوشتم. گفت استاد دید من بدید؟ نه گفتم حال وقتش برقرار. گفت چرا؟ گفتم که من هم جوان هستم که هم جوان هستی حالا وقتش برقرار. حیران شد گفت چرا؟ گفتم خیلی بد میفهمی. بنابراین تا حالی را من همون شعر به همون خانم ندادم. این روز که همه میگوید که 75 به در آمده شاید اکنون بیام. شاید اکنون بیام همون شعر به همون خانم. حالا همون خانم کمال نصرالله به همینجا دعوت میکنم. مشهور دوست داشتنی ما شیرین ما نهار آمد. سلام با همه. من زیاد خوشحالم زیاد خرسند میشم وقتی که در برای آن کس شعر می‌نویسم و من هم بسیار خرسندم. تشکر زیاد استاد. میدانم که روزی مبارکتان گذشت لیکن به شما مبارک بادی و تشکر به شما که من رو دعوت کردید. خانه همه ما آباد باشه. یک روز من در محفل بودم. استاد نظر آمدن گفتن که یک سرود دارم که استاد مقرر رحمت الله رو سرویده بودن و آن کس مزهشون نیست. اگر توانید همون رو میخوندید. گفتم اون کس خفه نمیشوم. حاضر چی خیلی است خیلی. نه بعد من همون سرود رو در 2 روز 3 روز تیار کردیم. فنگرامش رو از رادیو یافتیم. بعد سرویدیم در محفل امروز از خود بازی کنم. این ساعت پیش هم آمدم. اصلا با این مسئله ها از دیداری همدیگر بسیار سرایی بگم. من پیش شوری رو گپ زدم اما در وقتی شوروی فقط روسی گپ میزدیم. خیلی شکر خدا کم یاد گرفتیم زبانی خودمون رو. لیکن در مکتب تاجیکی تحصیل میکردیم. برای کمک میترسم در پیش شوری رو میگم یکی سخنم دیگر طرف میرود و شدم که همه رو صحت سلامت میبینم. بسیار کسا رو میشناسم. همیشه این چی شد؟ چه موزیکا خونید؟ خواهشش مخون آیارم
قدر ششمکم رو خوندم و طریقه ششمکم رو میخونم. من درباره شیریما شعر میخوانم تا بیان تیار کنم. بیا توی عزیز طرز هر عزیز که دل زرنج دوریت به حلقه تنگ می شود. درخش آسمانی کمان اطلسی به شیشه شکسته دلم اسیر زنگ می شود. درخش آسمانی کمان اطلسی به شیشه شکسته دلم اسیر زنگ می شود. همان که مشت عشق و عاشقی است درون سینه ام چه سرد می شود چه سنگ می شود. بیا توی نسیم سبززارها که می روی به گوشه و کنارها. بیا که گوش جان نهم به شرفه‌ای که می رسد ز دامن فرشته‌وارها. بیا که در کنار تو شوم من از تبار بی کنارها. شبی به بال عشق تو ز کهکشان گذر کنم نثار جای پای تو ستاره ها هزارها که از ستاره ها فراتری، فقط نه از برای من که از برای جمله کردگارها. مرا ز نرمی زمین و گرمی سما خبر نبود بی وجود تو. کنون ز هر کناره گرم و نرم به گوش جان رسد درود تو. توی ستیغ سبز کوهسارها منم که هستیم چو آبشارها تمام پر شد از سرود تو. بیا به سیل جان رویم از آستان به آسمان رویم که بال عشق تو مرا سبکتر از فرشته ها به عرش جاویدان برد. ثنای عشق من به تو فرشتگان پاک را ز طاق هفتم سما به زیر پای تو به سجده آورد و هر کجا و ناکجا که هست در زمین و آسمان به مرز عشق تو در آورد. بیا که ای عزیز طرز هر عزیز دیگر عروج آسمان ره به کهکشان عشق شعله بار توست. حریر سبزه زمین و نقروار آبها حریم عشق بی غبار توست. بیا که من در آن نماز عشق می کنم به نام تو صلای عشق می زنم و با ستاره ها و آبها و آن گل و گیاه که آورم به عشق تو گواه در آغوش تو می برم پناه.